بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس 58 از سلسله درس‌های تفسیر نور خدمت شما هستم. در این درس قبل از اینکه موضوع درسمون آیات 118 تا 121 سوره مبارکه بقره است، ولی قبل از اون اجازه بدید که آیه 114 15 16 و 17 که قبلا در درس گذشته در درس 57 شروع کردیم ولی تمامش نکردیم رو ادامه بدیم و این آیات را میشنویم، سپس درسمون رو ادامه خواهیم داد. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بله عزیزان، همونطور که در درس گذشته عرض کردم خدمتتون، خداوند حق تعالی یکی از زشت‌ترین و بزرگترین گناهان عمل کسی رو قلمداد میکنه که مسجد را از رسالت و وظیفه خودش خارج میکنه، یا به عبارت دیگر حد که حرمت مسجد میکند. درجات متفاوت است. عرض کردم در درس گذشته خدمت شما که ممکنه بعضی وقتا حتی یک انسان مسلمان مخلص نمازگزار باعث بشه که دیگران از نماز زده بشن، از مسجد فراری بشن. با یک مثال کوتاه این مسئله روشن کردم و عرض کردم خدمتتون که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرماید که من اکل الثوم والبصل فلا یقربن مصلانا، کسی که پیاز یا سیر و در بعض روایات کرات خورده است به مسجد ما نیاد. یعنی چی؟ یعنی این که بعد تعلیل و علت آن هم ذکر میکنه فإن الملائکه تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. یعنی این انسانی که بوی دهنش بده به خاطر خوردن یک به اصطلاح گیاه بدبو، حالا پیاز، سیر یا کرات یا هر چیزی که بدبو داشته باشه، بوی بد داشته باشه و بخواد به مسجد بره، مسلماً وقتی در کنار در صف نمازگزاران قرار میگیره باعث اذیت و آزار برادران دیدش میشه، نمازگزاران دیگه. ملائکه هم که فرشتگانی که در اونجا حاضر هستن هم ناراحت میشن و بنابراین اسلام منع کرده و بعضیا گفتن که حتی میشه اون گونه انسانها رو از مسجد بیرون کرد. بعضی فقها گفتن همچون. حالا ما در بحث فقهیش کاری نداریم، ما میگیم که حداقل اینه که این کراهت داره این کار، یعنی شخصی که میخواد با این وصف بیاد مسجد باعث کراهت میشه. چرا؟ علت خیلی واضح است، به دلیل اینکه اگر انسانهای دیگه که طبعشون اینطوری که از این بوها بدشون میاد در صف نماز بیستند
روز دیگه ممکنه در وعده‌های دیگه نیان به نماز، پس بنابراین چی کار کرده؟ منع کرده از ذکر و یاد خدا در مسجد. حالا همینطور اگر ادامه بدیم کارهای سنگین‌تر، یکی در مسجد میاد چیکار میکنه؟ امر و نهی میکنه، نیب میکنه، میزند، حرف دیگران بیمون میماره، خرید و فروش میکنه، تصرفات نازیبایی که نمازگزاران خوششون نمیاد و خارج از فرهنگ مسجد هست. اینجاست که اسلام میاد اینها رو منع میکنه. اینها همه یکی پس از دیگری کارهایی است که نازیباست در مسجد و جزء حد که حرمت مسجده. حالا اگر سعی فی خرابه ها که گامی فراتر از آن هست در نظر بگیریم، تخریب مسجد در واقع تخریب رسالت مسجده و چیزی که زیباست اگر شأن نزول آیه را مد نظر خودمون قرار بدیم، ممکنه خیلی ها مساجد زیبا درست کنند، همچنان که قبل از اسلام مشرکین مکه به مسجد الحرام خوب میرسیدن، ولی چی؟ قرآن کریم فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. آن کسی مسجد را آباد میکنه که چیکار کنه؟ به خدا و آخرت ایمان داشته باشه. و سپس در آیه دیگه فرمود که شایسته نیست، روا نیست برای مشرکینی که بر خودشان شاهد کفر و شرک هستند اینکه بیان مسجد را آباد کنند. کدوم آبادی؟ شما ظاهر مسجد را آباد کردید، اما از طرف دیگه اومدید معنا و مفهوم توحید و یکتاپرستی را از مسجد از خانه خدا گرفتید. مشرکین مکه ادعای پیروی از آیین ابراهیم خلیل داشتند، ابوالانبیا، کسی که پرچمدار توحید بوده، ولی در خود مسجد تنها چیزی که عبادت نمیشد ذات حق تعالی بود. همه کارهای زشت و ناروا انجام میدادند، همه چیز عبادت میشد، فرشته عبادت میشد، بت چوبی عبادت میشد، بت طلایی عبادت میشد، بت نقره‌ای عبادت میشد، بتی از خرما و سنگ عبادت میشد، به همه چیز کرنش میشد، برای هر چیز ذبح و قربانی میشد، برای هر چیز نیایش داشتند، عبادت داشتند، اما تنها چیزی که باید باشه و آن حق تعالی الله سبحانه و تعالی بود، عبادتی نبود. چه کاری بدتر و نازیباتر از این؟ به همین خاطر عجیب است که فرهنگ عوض بشه، یعنی مسجد بنا شده واسه عظمت حق تعالی، تنها چیزی که به عظمت و تعظیم نمیشه و عبادتش به جا نمیاد حق تعالی است. حالا همین فرهنگ را بیارید در بعد از اسلام پیاده بکنید، ببینید که زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با مسلمان ها رفتن به غزوه تبوک، برگشتن هنوز به مکه به مدینه منوره نرسیده، جبریل بر پیامبر نازل شد و الهام کرد که مسجدی در کنار مسجد قبا درست شده است به نام مسجد ضرار، آن را از ریشه خراب کن. مسجد بسیار زیبا شیک که قرآن اون را مسجد ضرار، برای به همزنی بین مسلمان ها، برای افساد در جامعه اسلامی، برای کینه و نفرت ایجاد کردن در بین مسلمان ها، برای ضربه زدن به اسلام و مسلمان ها بنا شده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم هنوز از سفر جنگ تبوک برنگشته بود، دستور صادر کرد برای هدم و ویران کردن مسجد ضرار. چرا؟ چون هدف چیز دیگه بود از بنای این مسجد. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. قرآن کریم فرمود که آن مسجدی که از روز اول بر اساس تقوا بنا شده است و آن مسجد قبا بود، اولاتر به این نماز و طاعت و عبادته. چرا؟ چون در اونجا مردانی هستند، انسانهایی هستند پاک دامن و پاکیزه خوی و پاکیزه خلق که رضای خدای را همیشه مد نظر دارند و خداوند آنها را دوست دارد. اینجا بود که قرآن کریم وقتی که میخواد به مسئله مسجد بپردازد خیلی دقت ویژه کرده.
نسبت مسجد به ذات حق تعالی هم از جانب تشریف است، یعنی اینکه این مساجد اونقدر قدسیت داره که خانه خداست، در واقع جای عبادت حق تعالی است، هیچ کس نصیبی در اون نداره ولو اون که به اسم فلان و علان باشد، اما در واقع اون مسجد برای توحید و عبادت و تعظیم ذات حق تعالی بنا شده است، نه برای چیزی دیگر. باید این رسالت، این وظیفه و این واجب را به جای آورد، به هر شیوهی که میخواد باشه، شیوهی که خداوند از اون خوشش میاد و پیامبر صلی الله علیه و سلم اون را برای ما توضیح داده. نباید هیچ کس از مسجد زده بشه، نباید هیچ کس از مسجد دور نگه داشته بشه. باید تا اون جایی که امکان داره، به هر شیوهی که امکان داره، با نصیحت، با پند، با اندرز، با تشویق، دیگران را به سوی مسجد فرا بخوانیم. در حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که قلبش به مسجد متعلق است، یعنی همیشه دلش میخواد که اذان دیگری بشنود، به سوی مسجد حرکت بکند، همانند مجاهدی است که خودش را آماده کرده برای جهاد. فذلکم الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة. پیامبر فرمود یکی از این کارها انتظار نماز بعد از نماز، یعنی انتظار اینکه انسانی منتظر باشد وقت نماز بعدی برسه به سوی مسجد حرکت بکند، مثل اینکه خودش را آماده کرده برای جهاد در راه خدا. اجرش کمتر از یک مجاهد نیست. و به همین خاطر فرمود که انسانی که به سوی مسجد حرکت میکند در اجر و ثوابش 27 یا در بعضی روایت‌ها 25 برابر ثوابش در نماز جماعت بیشتر از اون کسی است که در خانه نماز میخواند. فرمود انسانی، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف دیگر میفرماید کسی که به سوی مسجد حرکت، در خانه اش وضو بگیرد بعد به سوی مسجد حرکت بکنه، این انسان با هر گامی که برمی‌دارد به سوی مسجد یک خوبی و نیکی براش نوشته میشه، یک حسنه براش نوشته میشود و یک سیئه ازش پاک میشه. انسانی که به سوی مسجد حرکت میکند تا اینکه فقط در اونجا نماز بخونه و در هنگام نماز خوندن، در هنگام حاضر شدن در مسجد منتظر میماند تا اینکه وقت نماز، وقت اقامه نماز برسد، به عبادت و به ذکر و به تلاوت میپردازد، تا مادامی که قصدش به جای آوردن نماز و حضور در جماعت هست، چیز دیگه نیست، در آنجا فرشتگان الهی براش دعا میکنند، دعای استغفار، خدایا بر این ببخش، خدایا این را مورد آمرزش و رحمت خودت قرار، اللهم تب علیه، اللهم اغفر له. این گونه در حدیث شریف آمده است. چه عظمتی، چه اجری، چه ثوابی که فرشتگان مقرب الهی، فرشتگانی که مأمور هستند بر نمازهای جماعت، بیان برای بنده‌ای که، انسانی که گناه کرده اما به سوی جماعت حرکت میکند، به سوی نماز جماعت حرکت میکنه، اون لحظات محدودی که 10 دقیقه 20 دقیقه در مسجد منتظر میشه تا اینکه نماز اقامه بشه، اجر و ثواب واسش می‌بینیم. فرشتگان براش دعا میکنن، دعای مغفرت و دعای توبه. حالا نگاه کنید، اگر قرار باشد که هر نوع انحراف مسجد از مسیر اصلی خودش چی میشه؟ یا سعی در تخریبش میشه یا منع از ذکر الله. از این دو حالت خارج نیست. بستگی به اون کاری است که ما در نظر گرفتیم. بازی های سیاسی، نمیدونن، دعوت به رفراندوم، دعوت به معرفی کاندیداها، دعوت به اصطلاح کارهایی که جهت‌های خاص و ویژه خودش رو داره، جاش تو مسجد نیست. مسجد فقط و فقط برای اون چیزی است که عامل منفعه است برای مسلمان هاست. این که فلان کاندیدا بیاد در مسجد خودش رو معرفی کنه، بعد فلان کاندید دیگه بیاد به شیوه دیگه خودش رو معرفی بکنه، جاش در مسجد نیست. مسجد فقط و فقط برای عبادت هست و برای علم هست و برای توبه و استغفار و برای نشر فرهنگ خداپرستی است و توحید و یکتاپرستی. کسانی که بخوان در مسجد مراسم ملی زندگی بکنند یا اینکه گرایش‌های حزبی ترویج بدهند، این کاملا اشتباه میکنند و مسجد را از مسیری که خدا و رسولش تعیین کردند دارند منحرفش میکنند. با یک میان برنامه بحثمون رو ادامه خواهیم. كتاب
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بعد عزیزان، بعد از بیان مطالبی درباره مسجد و اینکه نباید مسجد را از مسیر رسالت و وظیفه خودش را خارج کرد که تا خدای نکرده یکی از این دو توبیخ و نکوهش سنگین قرآنی شامل حال ما نشه، یعنی یا گروهی هستند که منع ذکر الله میکنن در مسجد، خیلی زشت و شنیع و نازیباست و این صفت کفار و مشرکین بود در طول تاریخ، و دیگری سعی در تخریب مسجد که این زشتر از اولی است و این کار کفار ملحدی بوده، همانند ابرهه، همانند بختالنصر، همانند دیگرانی که سعی کردند که بنیاد مسجد را ریشه‌کن کنند تا اینکه عابد و زاهد و خداپرستی در روی زمین وجود نداشته باشه، ولی کور خوندند. اسلام باقی است و خداوند دین خودش رو حافظ و نگهبان خواهد بود. بس از بحث مسجد مسئله قبله میاد. ببینید وقتی که مسلمان ها از مکه به مدینه هجرت کردند، 16 یا 17 ماه آنچون که در سیرت و در تاریخ و در تفسیر ذکر شده است، مسلمان ها همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به بیت المقدس نماز خوندند، چون قبله پیامبران ما قبل بود و باید بر اون روش ادامه پیدا میکرد و امری بر استقبال و رو کردن به کعبه یا مسجد الحرام نازل نشده بود. این 16-17 ماه این تصور به وجود می اومد که اگر اون عبادت هاشون نازیباست که پشت به مسجد الحرام بکنند، پس چگونه میشه بین دو قبله را جمع کنند؟ یا اینکه اگر زمانی برسه که در جای دیگه نتونن قبله را پیدا کنند، اونجا چی میشه؟ قرآن کریم به خاطر اینکه وسعت رحمت و آسانگیری دینی را ثابت بکنه و به پیروانش بگه که شما این واهمه را نداشته باشید، هر جا دستور هست همونطور بکنید، خداوند ازتون میپذیره. به همین خاطر فرمود ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب، از آن الله است چی؟ مشرق ها و مغرب های زمین. حالا در اینجا به صیغه مفرد آورد، در جای دیگه به صیغه تثنیه، یعنی مشرقین و مغربین، و در جای دیگه به صیغه جمع آورده و هر سه مفهوم خاص خودش رو داره که بحث خودش رو انشاءالله در وقت خودش خواهیم کرد، ولی اینجا وقت بسیار اندک هست. من میخوام تفسیر مجموعه آیات را به جایی برسونم و تمومش کنم. مشرق و مغرب تمامی زمین، هر کجا که نگاه کنید در روی کره زمین، یه مشرقی داره یه مغربی داره، همه اینها از آن الله است، خدا اونها رو آفریده و به وجود آورده. پس هر کجا رو کردید، رو آوردید و به نیت قبله خدای را عبادت کردید، اونجا چیه؟ قبله هست و اونجا خدای را میابید. همانا الله گشایشگر، واسع، با وسعت در رحمت، با وسعت در علم، با وسعت در کرم و جود و بخشش است و بسیار داناست، حال و احوال شما را میدونه و به کردار شما آگاست. خب این آیه چی میخواست بگه؟ میخواست بگه که شما از این نگران نباشید آنگونه که مدعیان علم یعنی اهل کتاب میگویند که دیروز مسلمان ها در مکه بودند، به سوی مسجد الحرام نماز میخوندند و امروز به سوی قبله ما، پس قبله ما بر حق است و دین ما بر حقه. قرآن فرمود این گونه تصور بسیار غلطیه، این گونه تصور بسیار غلطیه. همه این دنیا از آن خداست و همه باید رو به خدا بیارند و خداوند از حال و احوال شما، از تصرف و اقوال شما آگاست. آیه ما بعدش قرآن کریم در آیه 116 میگوید و قالوا اتخذ الله ولدا، و گفتند، کیا گفتند؟ تصور این می رود چون آیه ما قبلش درباره اهل کتاب هست، این باشه که یهودیان گفتند یا نصرانی ها گفتند یا اینکه اهل کتاب یا اینکه مشرکین مکه گفتند. همه گفتند و قالوا اتخذ الله ولدا، همه اینها گفتند که الله فرزندی را انتخاب کرده و برگزیده از واسه خودش.
یهودیان گفتند که عزیر پسر خداست. مسیحا گفتند مسیح یا عیسی فرزند خداست. و مشرکین عرب گفتند که ملائکه و فرشتگان دختران خدا هستند. تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا. پاک و منزه باد خداوند از اون چیزی که بهش نسبت میدن. خداوند یکتای بی همتاست. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بگو الله یکتای بی همتاست. الله الصمد، او کاملا بی نیاز است، سید و آقایی است که از هر چیز و سروری است که از همه کس بی نیازه و همه به او نیازمندند، همه به سوی او باز میگردند. نزاده شده و نمیزاید و نه شریک و همتایی داره، نه فرزندی دارد، نه مثل مانندی داره مثل خودش. پس بنابراین یکتا و بی همتا و بی مثال هست. قرآن این ادعای دروغین اونها را در آیات متعدد که یکیش همین باشه، سبحانه بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون، یکی از این آیاتی که قاطعتا قرآن دلیل قاطع میاره و برهان روشن میاره برای رد کردن ادعای پوچ و بی‌معنا و این نسبت ناروا و زشت که خداوند عزوجل فرزند انتخاب کرده و اختیار کرده واسه خودش، همین آیه است. قرآن میفرماید همه این دنیا و هستی ملک و ملکوت و آفرینش اویند، همه هم مطیع و فرمانبردارش. کل له قانتون. کلون نکره است و نکره در سیاق خبر به معنای چی میاد؟ جمله برای عمومیت بیاد، یعنی هیچ چیز در این دنیا نیست غیر از خودش مگر اینکه چی باشه؟ فرمانبر حق تعالی باشد. یعنی هر چی خداوند دستور میدهد، هر چی حق تعالی دستور میده ازش پیروی بکنه. پس هر کاری اینجا بود که این ادعای اونها پوچ و بی مفهوم بود، نامفهوم بود و واهی و ساختگی و برای اینکه دیگران را خام کنند و دیگران را برای کسب درآمد و انحراف از مسیر توحید یکتاپرستی دور نگه دارند. در آیه ما بعدش خداوند عزوجل وصف و صفت خودش رو تکمیل میکنه به این شیوه، میفرماید بدیع السماوات والارض و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اون خداوند از حق تعالی پدید آورنده، به وجود آورنده، خلق کننده، آفریننده چیه؟ آسمان ها و زمینه، همه چیز. و چون بخواهد و اراده کند کاری را انجام بدهد، تنها کافی است که بگوید و دستور بدهد، بگوید که چی؟ باش، پس بیدرنگ می شود. قضا امرا اذا فانما یقول له کن فیکون، یعنی بدون هیچ گونه درنگ و تأخیری. خب قرآن کریم این گونه عبارت را برای چی میاره؟ برای اینکه به ما بفهماند که استفاده نامشروع از مسجد روانی است، تمنای مؤمن در رضای حق تعالی است، هرچی خدا خواست باید همون باشه. چرا؟ و اینما تولوا فثم وجه الله. ما میخواهیم خدای را عبادت کنیم، قبله ما هر سمتی باشه، هرچی خدا راضی باشه همون باشد، اشکالی نداره. ترس و بیم از بطلان عبادت باید در این باشد که انسان اعتقاد باطل داشته باشه. ولذا قرآن فرمود واسع علیم. یعنی چی؟ یعنی خداوند اونقدر آسانگیر، اونقدر سعی رحمت دارد، سعی علم دارد و وسعت رحمت و جود و کرم داره که بر کسی سخت نمیگیره. اتهام باطل فرزند به الله سبحانه و تعالی یکی از اقوال نازیبای تاریخی از میان مشرکین عرب و غیر عرب بوده در طول تاریخ، از میان اهل کتاب، که رد قاطعانه قرآن اون را بارها ثابت کرده. میرسیم به نهایت درس و عبرت هایی که قرآن کریم میخواد در این 3-4 آیه از اون برداشت بکنیم. اولا حد که حرمت مسجد و جرم حد که حرمت اونقدر زیاده که قرآن
آن را سنگین ترین و بزرگترین گناه و ظلم و ستم قلمداد کرده. پس باید متوجه باشیم که تحت هیچ شرایطی خدای نکرده، خواسته یا ناخواسته، مسجد را از اون رسالت خودش، وظیفه خودش خارج نکنیم و حرمت و احترام مسجد را نادیده نگیریم. وسعت، به همین خاطر در بنای مسجد، در رفتن به مسجد، در تشویق به مسجد، در امران آبادانی مسجد احادیث بسیار زیادی داریم که قرآن و سنت تشویق کرده، قرآن بر اون تاکید کرده و سنت به اون تشویق کرده و جای بحثش رو انشاءالله به فرصت‌های آینده واگذار می‌کنیم. وسعت لطف و رحمت الهی اونقدر زیاده که خداوند عزوجل هرگز راضی نمیشه و بندش سخت بگیره، بلکه دین را آنقدر که جا داشته بر بندگانش آسان کرده. در عبادت‌های دینی ما می‌بینیم که نمازها با اینکه فریضه است ولی اونقدر آسان شده که در تحت هیچ شرایطی ساقط نمیشه و باید عبادت را به موقع یا در زمان خودش انجام داد با شرایطی که برای انسان میسر هست. شرک در ربوبیت در ذات حق تعالی نزد اهل کتاب و مشرکین مثل همه. به همین خاطر شناعت و زشتی و قبح مقولات اهل کتاب با مشرکین در این بود که همه معتقد به چی بودن؟ معتقد به این بودن که الله ذوالجلال و العیاذ بالله چه داره؟ فرزند برگزیده واسه خودش. و این شریک و همتا برای خود قرار دادن چیه؟ شرک در ربوبیت در ذات هست و بزرگترین و زشتترین نوع شرکه. اسلوب قرآن در ابطال این نوع شرک خیلی واضح و روشن است. میگوید که هرگز چنین نیست. اگر حقیقت بخواهید اینه که هرچی غیر ذات حق تعالی همه چیه؟ همه مخلوقند و همه مطیع و فرمانبر او تعالی. از صفات حق تعالی در قرآن کریم واسع و علیم هست و این دو صفت بسیار زیبایی است که نشان میدهد که بنده اگر به خدا رو بیاره خداوند او را میپذیره. اگر که اشتباه بکند و توبه بکند به حال او و احوال او و کردار و گفتار او آشناست و آگاست و میبیند و میشنود و میفهمد، پس بنابراین جایی برای گریز نیست جز به درگاه خودش. امیدواریم که با این بیانات قاصر ما تونسته باشیم که گوشه ای از مفاهیم و واژه های قرآنی را و فهم قرآنی را به شما مستمعین عزیز، به شما بینندگان ارجمند نزدیک کرده باشیم. اگر صواب و درست است توفیق حق تعالی است و اگر اشتباه است از من قاصر خطاکار. اشتباه ما را بپذیرید و به حساب دین ما نگذارید. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.